ببینید اول خویی که ما اعتقاد داریم به کمال از این دین پوره شده. ما تو هیچ کس حق نداره در دین چیزی را زیاد کنه و از این دین چیزی را کم کنه. پس ببینیم که رسول ما صلی الله علیه و سلم نماز را که میخواند، بعد از نماز چی میکرد؟ ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. در طریقه پیغمبر برای شما سرمشق نیکوست. و این تطیعوه تهتدوا. اگر از پیغمبر فرمان ببره انشاءالله داری هدایت است و خیرم است. مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بوله حدیث. و مصطفی خدا برسان. مصطفی نماز خوانده است. رسول ما صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز میخواند سلام دور میداد و میگفت الله اکبر، یا الله تو بسیار بزرگ هستی. بعد میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خدای مرا ببخش خدای مرا ببخش خدای مرا ببخش. طوری که لازم بود من خودتو نماز نخواندم، با قصور، با مشکل، با ضعف، ولی بر تو استاد شدم، ادعای ازی را کردم که تو را عبادت میکنم، پس تو را بپذیر و مرا ببخش. بعد میفرمود که اللهم انت السلام، بار اله تنها از عیب و نقص که بری است و خلاص استی، تنها و تنها تو استی. تو سالم هستی از هر عیب و نقص که در ذهنم خطور کرده باشه، به زبانم گفته باشه، تعبیر کرده نتانستم. انت السلام، تو سالمی از هر عیب و نقص که در زندگی ما توصیف تعبیر شده باشد یا مخلوق دیگرها گفته باشد. و منک السلام، سلامتی عمل هم از برکت و توفیق توست. یعنی اگه نماز تو میپذیری بس تو میپذیری، با وصفه که مشکلات دارد. و منک السلام، ناامید نمیشیم به عمل خود. تبارکت، مرجع خیر هستی توی الله، مرجع خیر تو هستی، پس این چیز ارزان ما را قیمت بخر. تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام، ای ذاتی که صاحب جلال و شکوهی. این رسول ما صلی الله علیه و سلم باز میگه اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. رسول ما صلی الله علیه و سلم این دعاها را میکرد، ولی چه وقت میکرد؟ بعد از نماز فرض. بعد چه میکرد رسول علیه السلام؟ میرفت خانهش، نمازهای نفل خود را در خانهش میخواند. چرا میخواند؟ وقتی پیامبر میفرماید که لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هایتان را قبر نسازین که در قبر عبادت نمیشه، شما در اونجا عبادت نکنین. دیگه جا میفرماید نویروا بیوتکم بالصلاة، خانه هایتان را به نماز پر نور بگردانین، با برکتش بگردانین. پس ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. پس بریم به طریقه رسول علیه السلام، انشاءالله داری خیر است. تشکر.